عشق حالتی از وجوده، حالتی از بودنه که مهر از تک تک سلولاتون تابش پیدا میکنه و این دست شما نیست. منظورم از عشق این نیست که یه آقای عاشق یه خانومی شده، منظورم این نیست، این خیلی سطحیه. دارم از یک سطح بسیار لطیفتر و ژرفتر صحبت میکنم که ربط به یه شخص خاص نداره. عشق شخصی نیست، عشق به یه کسی نیست، عشق به یه چیزی نیست، اصلا وابسته به چیزی نیست. عشق هست، همین. حال ماهو دیدین چجوری بود؟ دیدین آسمون چه حسی داشت؟ دیدین درخت‌ها چی کار می‌کردن؟ ذات شما از ذات هستی جدا نیست. همین که شما هستید، این شعف هست. زندگی فی نفس شعف برانگیز است. ذاتش اینجوریه. مگه اینکه ما دوچار گمگشتگی شدیم، آگاهیمون در شکل، رویدادها، اتفاقات گم شده، ارتباط با خود قطعه، ارتباط با هستی قطعه. شعف حقیقی از خود آغاز میشه، در درون تجربه میشه. مهر، عشق از خود آغاز میشه. وقتی یک نفر این مهر و عشق در درونش بیدار نباشه که نمیتونه کسی رو زیبا ببینه یا کسی رو دوست داشته باشه. وقتی شما دیگران رو زیبا میبینین، دیگران رو دوست دارین، احساس خوبی به دیگران دارین که حس درک زیبایی نسبت به خودتون اول داشته باشین. درک زیبایی از خود آغاز میشه، از درون آغاز میشه. درک عشق از خود، از درون آغاز میشه.